فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی از سفیدبرگ نوشتن که پشت سر امام جماعتی که مشرک باشد و برای خدا شرک قرار بدهد درست است که نماز بخوانیم؟ بعد تفاصیل دیگری نوشتن که اصل سوالشون همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط صحت نماز پشت سر امامی که پیش نماز هست، یعنی مواردی هستند اعتقادی هستند و مواردی دیگر هستند شرایطی که شرایط فقهی و شرعی هستند. در هر دو زمینه این موارد باید کاملا یعنی مراعات بشوند و این در این سوال یعنی تعریف دقیقی نیومده از شرک، منظورشون از شرک چی هست که امام جماعت مثلا مرتکب شرک میشوند. اگر واقعا اون گونه که در سوال اومده یک امری رو مرتکب شده باشند که واقعا شرک باشه، مانند استغاثه باشه، از غیر الله باشه، دعای جن و انسانهای مرده باشه که اینها جز موارد شرک هست، قطعا پشت سر چنین امامی نماز جایز نیست. و اگر میتونن در جای دیگر هست میرن جای دیگری نماز جماعت رو بخونند و اگر یعنی نیست مطلقاً، یعنی کسی که مؤمن و متعهد باشه، امام موحدی وجود نداشته باشه، پشت امامی که واقعاً مشرک باشه، مرتکب شرک شده باشه، نماز خواندن پشت سر چنین امامی جایز نیست. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.